میتونیم شکست و شکست بدیم؟ تو چی فکر میکنی؟ ما چقدر توانایی انرژی یا قدرت داریم؟ هر روز افراد زیادی رو میبینم که از تلاش کردن دارن دست میکشن. شاید به خاطر اینه که تسلیم شدن خیلی راحت تره. اونا ماهی مرده میشن و اجازه میدن جریان آب به اونا جهت بده. شکست رو قبول میکنن بدون اینکه به عواقب شکست فکر کنن. اینکه چه عواقب روحی و روانی برای اونها داره انگار براشون اهمیت نداره. اونا به حرف دیگران گوش میدن. همون حرفایی که هر ثانیه، دقیقه، ساعت یه سری آدم مزخرف به خوردمون میدن تا شکست رو قبول کنیم، تا تسلیم بشیم. از اون حرفا. اما تاریخ یادش نرفته. 1835 یه عده میگن اصلاً امکان نداره آدم بتونه یه وسیله اختراع کنه که بیشتر از 16 کیلومتر سرعت داشته باشه. 1876 میگن تلفن برای برقراری ارتباط مشکلات زیادی داره، وسیله با ارزشی نیست. 1899 یه عده میگن هر چیزی که باید اختراع میشده تا الان اختراع شده. 1902 پرواز با وسیله نقلیه‌ای که سنگین‌تر از هوا باشه غیر ممکنه. 1946 تلویزیون 6 ماه بیشتر دووم نمیاره. 1967 هر اندازه هم پیشرفت کنیم انسان نمیتونه به کره ما قدم بذاره. 1977 هیچ دلیلی وجود نداره که تک تک افراد توی خونه‌شون کامپیوتر شخصی داشته باشن. حرفای خنده‌داری بود، درسته؟ اما اون روزا برای آدمایی که روی این پروژه کار می‌کردن خنده‌دار نبوده. سخت بوده، طاقت فرسا بوده. اونا هر روز برای اختراع خودشون به مشکل برمیخوردن. اونا حرفای ناامید کننده مردم رو میشنیدن. حالا ترکیب ناامیدی و حرف مردم و شکست موقتی و کنار هم قرار بده. ببین اون شخص چه جهنمی رو داشته تحمل میکرده. با تمام این حرفا میدونم مسیر سختی رو پیش رود داری، اما ایمان دارم تو هم آدم سرسختی هستی. یادت باشه اگه شرایط سختی رو میگذرونی یعنی شکست و ناامیدی مثل یه سایه نزدیک توئه. اگه بهش اجازه بدی توی روح تو نفوذ میکنه، نابودت میکنه. ازت میخوام به شکست حمله کنی. ازت میخوام مثل یه جنگجوی بزرگ عمل کنی. من مطمئنم وجود تو پر از شجاعته. شجاعتی که برای شکست دادن شکست بهش خیلی نیاز داری. پس حرکت کن. حمله کن. با تمام وجودت پای این کار برو. خوب به این حرفم دقت کن. شکست به تو رحم نمیکنه. پس دلیلی نداره تو به اون رحم کنی. برو جلو. بدون مکث، بدون ترس، بدون تردید. تو باید شکست بدی. اگر میخوای به خودت افتخار کنی به این جنگ روحی نیاز داری. تو باید پیروز میدون باشی. به عنوان کسی که تو رو قبول داره بهت میگم تو باید ترس رو بترسونی، به شجاعت شهامت بدی. کوه با دیدنت انگیزه بگیره. گرمای وجودت خورشید رو دلگرم کنه.